اما سوال 16 هم باشد، میفرماید که کدام نوعهای عبادت هستند که تنها برای الله درست میباشند. یکی در این سوال 16 هم وقتی که ما پروردگار را با دین اسلام با پیامبر شناختیم، در اینجا ما فقط درباره عبادت که صحبت میرود کدام نوعهای عبادت تنها از برای الله قرار بگیرند و جواب آن چنین است: از جمله نوعهای عبادت، یعنی یک قسمتی از نوعهای عبادت ما ذکر می‌نماییم که تنها از برای الله باید قرار بگیرند، وگرنه نوعهای عبادت زیاد است. اینهایند: اول دعا، دعوت و التجا. دعا دو نوع است. دعای عبادت است و مثل نماز، روزه، حج، زکات، رکوع، سجده. اما دعای مسئلت، سوال کردن، تنها باید از الله هر چی که داری سوال نمایی. دوم یاری خواستن، استعانت میگویند. کمک یاری تنها از برای الله سبحانه و تعالی باشد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم. یکم دعا و ایاک نستعین، تنها از تو یاری و کمک میطلبیم. قربانی کردن، ذبح و قربانی تنها از برای الله قرار بگیرد. نذر کردن تنها برای الله سبحانه و تعالی باشد، نه برای قبر، نه برای شیخ پیر. ترس، خوف از الله باشد. رجا، امیدواری تنها به سوی او باشد. توکل، تکیه کردن به الله سبحانه و تعالی باشد. دایم اینابه میگویند به سوی پروردگار همیشه بازگشت باشد. محبت، یعنی دوست داشتن با محبتی حقانی او را دوست داشتن سبحانه و تعالی. خشیت هم یکی از نوعهای ترس است. ترس و احترام با دانش و رغبت کردن به سوی او سبحانه و تعالی. رغبت صمیمی و رحمت، از رحمت او ناامید نبودن. و رکوع و سجده و خشوع، تواضع، فروتنی و توکل برای او و توسل از او و تعظیم، یعنی بزرگی، بزرگ داشت تنها از برای او باشد. همه این عملها باید خاص الله قرار بگیرد. اگر چیزی از این عملات در غیر الله صرف گردد، انسان الاعوذ بالله مشرک میگردد. و الله میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک را نمیآمرزد و غیر شرک هر چیز دیگر را بخواد میآمرزد. پس همه این عملها از خصوصیت های الوهیت الله سبحانه و تعالی است و نمیتوانند برای غیر او انجام داده شود. بارک الله فیکم.